سوره بینه یعنی برهان روشن در مدینه منوره نازل شده است و از 8 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. کافران اهل کتاب از یهود و نصارا و مشرکان دست بردارند از کفر خود تا برایشان حجت روشن بیاید، یعنی آن علامت هایی که در کتاب های پیشینه وعده داده شده بودند. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فرستاده است محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله که صحیفه های پاک قرآن را می خواند. فيها كتب قيمة. در آنها نوشته ها است راست و درست از اخبار و امرهای عادلانه که برای حق هدایت می نماید. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. و اهل کتاب پراکنده نشدند مگر بعد از آن که برایشان برهان روشن آمد و آن برهان پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم بود که در تورات و انجیل برایشان وعده داده شده بود. همه در پیامبری او اتفاق بودند. پس آن هنگام که به پیامبری مبعوث گردید انکار کردند و پراکنده شدند. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و آنان را فقط این فرمان دادند که الله را مخلصانه بپرستند در حالی که در دین او با اخلاص باشند و نماز گزارند و زکات دهند. این است دین درست و راست. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. همانا از اهل کتاب آنهایی که کافر شدند و مشرکان در آتش جهنمند و در آن همیشه خواهند بود. آنها بدترین آفریدگانند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. و البته کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته میکنند بهترین آفریدگانند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداششان در نزد پروردگارشان بستان‌های است جاودان که زیر آن جایها می رود. در آنجا همیشه جاودان باشند. الله از آنها راضی است که عملهایشان را قبول کرده است و آنها از الله راضی اند به آنچه که از نعمتهایش برای آنها آماده کرده است و این برای کسی است که از پروردگارش بترسد و از معصیت او دور ایستد.